بودجه سال مالی 1398 که مصوبه آن اخیراً از کابینه جمهوری اسلامی افغانستان هم مورد تایید قرار گرفت آماده شده است و ابتکارات را که ما امسال به خاطر ساختن بودجه ملی به کار بردیم عبارت است از برگزاری جلسات استماعیه اکثر مطلق بر رهبری وزیر صاحب محترم مالی جمهوری اسلامی افغانستان، تمرکز روی سرمایه گذاری ها بالای پروژه های عوایدبار، همچنان ارائه بودجه و اساس معیارهای بین المللی، ازدیاد 12% بودجه انکشافی، سفر به 5 ولایت عمده کشور تا به بزرگان و متنفذین و مردم محل در مورد نیازمندی های آنها صحبت شود و همچنان تمرکز ما در کل روی این بود که حتی قبل از شامل ساختن پروژه ها در سند بودجه یک تعداد اکثری از این پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.